25 کیلو تونستم با تمرین تنفس چربی سوزی داشته باشم، بدون ورزش، بدون رژیم. هر غذایی که دوست داشتم خوردم. در 5 وعده ساعت 9، 12، 15، 18 و 21 به وقت کشور عزیزم ایران. شما میتونی تنظیم کنی از هر نقطه از کشور خودت وعده غذایی تنظیم کنی بخوری. تو فرشته شو یه پست گذاشتم، سواد خوردن رو آموزش دادم تو اون پست. میتونی بری اون پست رو ببینی و یاد بگیری. حالا فود در آب رو انجام میدیم که یکی از صدها تکنیک تنفسی است که میتونه بهت تو چربی سوزی کمک کنه. ریت رو پاکسازی میکنه، اخلاط رو راحت‌تر دفع میکنی، کمک میکنه که شما اگر مسئله‌ای در زمینه تنفس داری، البته با اجازه پزشکت، تمرینات تنفسی تو شروع کنی و نتیجه مطلوب رو ببینی و به من بگی که چه اتفاق خوبی داره برات میفته. من دارم انجام میدم، توضیحاتش رو وایس میذارم، تو فیلم گوش بده. بینی و دهانتو کامل بذار تو آب و هر بار که صورتت تو آبه فقط از راه دهن آروم آروم فوت کن. هر بار سرتو میاری بیرون یه دم بگیر، اکسیژن رو بکش تو ریه و باز سرتو بذار تو آب و دوباره توی آب فوت کن. من سرعت ویدیو رو یه خورده بالا بردم. در کنار تمرین تنفس یادت باشه که آب هم جرعه بخوری. به ازای هر 10 کیلو وزن بدنت 1 لیوان آب بخور. به همین سادگی میتونی لاغر بشی و لاغر بمونی.